یک ایده از کارشناسان همین یعنی درد سر خود رو با درد سر دیگر رو با دوش دیگر رو میخوام پر کنم. اول شما نقص بدونید که تمام افرادی که اساساً موردی یعنی به اصطلاح تأثیر و تأثیر رسانی قرار میگیرد اساساً در روسیه است. یعنی تمام آن شهروندان تاجیکستانی که به همون سوریه و ترکیه سفر میکنند و با همین دیش یک جا میشوند، اینا حدود 80%شون از طریق روسیه صورت میگیرند، برای اینکه این سرهای اصلی که در روسیه فعالیت میکنند اساساً این سرهای قفقازی هستند و زبان روسی با اینها صحبت میکنند. آنهایی که در مساجدهای گوناگون شهر مسکو و سنت پترزبورگ و قزان و جاهای دیگر هستند، اینها رو یعنی آنهایی که بیشتر به اسلام یعنی عقیدتی دارند 5 بار نماز با میروند و مسجدها میروند، همونجا کوشش میکنند که بیشتر فعالیت اسلامیشان رو نشان دهند، همونها بیشتر مورد توجه همین سرها قرار میگیرند و اینها رو همونجا فرید میکنند و از همونجا ارسال میکنند. یعنی از اینجا معلوم میشه که سیاست‌های ژئوپلیتیکی که در این منطقه شده است خیلی خطرناکند و اساساً از طریق همین کشورها متاسفانه فریب و نیرنگ و جلب کردن جوانای ما و اون طرف رفته ایستاده است. از تاجیکستان اگر بسیار شود تعدادشون ممکن 10% هم نیست، مثل اینکه از روسیه میروند 10% هم نیست. و آنهایی که از افغانستان وارد میشن اگر خیلی پنهانی وارد شوند آنها زود معلوم میشن، برای اینکه اگر از طریق افغانستان کسی وارد شود تحت نظارت است. سرحد اگر چند 1400 کیلومتر هم باشد همون بیگانه که وارد شد در را معلوم میشود.